جورابت هم در آوردی، کاپشنت هم در آوردی. ببینم کد اماره اگه تو سیستم بخوره برات میزنم. حالا روی دفترچه بنویسیم. آره باش، دفترچه هم برات می‌نویسم. آره روی دفترچه. این عمویه. نه بچه مزقفلیه. نه اصلا غریبه است. شد خراب شده. خوب شده؟ اما خوراکی راحته یا تزریقی؟ من از هر قرص یک دونه بهتون میدم. خب شما ببینید کدوم قرص بهتون میسازه. از نظر میسازه منظورم قرصیه که گیج و خوابالوتون نکنه، از اون ور دردتون هم بتونه تسکین بده. دستتون درد میافتید بدبخت میکنی ما رو. اینجا بشینه تعمیل بشین. بدنم مامان تبل است. الان دست نزن به روشی لطفا پسر. الان دست نزن. میگم مامان بیاد دنبالت. واسه الان خدا رو ببینید.